أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بدان از علم صرف 4 درس گرفتیم و حالا باشد درس 5 را به سمع شما خواهیم رسانید و امروز درس 5 ما و شماست که کتاب بدان درس 5. صاحب کتاب امروز برای ما و شما 2 چیز را بیان میکند. یکم درباره حرف علت چی هست و دوم درباره اقسام 7 گانه گفتن یک نام‌های هست وابسته به حرف‌های کلمه، هر یک کدامش نام دارد. اکنون امروز انا همین اقسام 7 گانه را انشاءالله خواهیم گرفت و اکنون میبینیم که اگر در اولش حرف علت واو داشته باشد نامش چی است، در بینش باشد، در آخرش باشد، یا 2 تای آخر یا اول و آخرش باشد، یا حرف علت نداشته باشد، چی نام ها دارد، امروز انشاءالله این موضوع را خواهیم گرفت. اکنون میکشیم کتاب را، میبینیم که صاحب کتاب برای ما و شما کدام موضوع را شروع میکند. اولا صاحب کتاب میگوید که حرف علت، یعنی که عنوان درس امروزه ما و شما حرف علت است. چطور که اینجا نوشته کردم جداگانه که حرف علت. حرف علت چی است؟ صاحب کتاب میگوید حرف علت 3 است، واو و الف و یا است. ببینید حرف علت 3 تا است، یکم واو، دوم الف، سوم یا. این 3 تا را میگویند حرف علت. زیراش بنویسیم یکم و دوم و سیوم. این 3 حرف علت است. و وقتی که حرفای علت در کلمه، در فعل، فرق ندارد اسم است یا فعل است، وقتی که میدراید اون نامهاش تغییر مییابد و مثل چقدر که صحیح است و مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، ملتوی، یعنی نمیتونه نامها تغییر مییابد وابسته به حرف علت دارد یا نه. اگر نداشته باشد این بالا هست، اگر داشته باشد آن چیزی که در اینجا میبینید اینها میباشد. اکنون میخوانیم که صاحب کتاب چی میگوید. میگوید که اقسام محموز. اولا اینجا بنده یک چیز را علاوه کردگی هستم که صاحب کتاب میگوید صحیح و در صحیح 2 تقسیم میشود. یعنی صحیح چطوری که شما میبینید 2 قسم تقسیم میشود. یکمش صحیح سالم است. صحیح سالم خالی از همزه، در اون کلمه همزه نیست، یکم، و دوم خالی از تکرار یک حرف است. یعنی یک حرف 2 بار تکرار شدگی نیست. انا همین طور کلمه رو میگوین صحیح سالم. مثلا مثال بگیریم که ببینید که مثلا قتل. این قتل از کدام قسم است؟ از قسم صحیح است. نه که صحیح سالم است یا محموز. میبینیم که همزه ندارد، پس از قسم سالم است. به مثل ذهب یعنی که رفت، قتل یعنی که قتل کرد، کشت. انا همین طور ما از کلمه را نگاه کرده از این قسم های 7 گانه نامش را معین میکنیم، نامش را معین کرده میشه. ببینید قتل و ذهب صحیح سالم است، پس میگیم که صحیح سالم. و دوم صحیح محموز است. با همین صحیح و محموز یعنی که همزه دار، اسمی که همزه دارد یا فعلی که همزه دارد. مثلا مثال بگیریم که مثلا ابره. ببینید ابره، اولا کلمه میزان گفتگی مونه که درس گذشته گرفتیم، ف و عین و لام، این را می نویسیم. پس نگاه میکنیم که یکم نگاه میکنیم که کلمه یعنی که محموز به 3 قسم تقسیم می شود. مثلا بره یا اره یا بره.
دقت بتید همزه را نگاه کنید. اگر که همزه در روبروی حرف ف باشد، ببینید همزه در روبروی حرف ف است، پس این رو میگن محموز الفا، یعنی که حرف ف را نامش میگیریم محموز الفا، برای در روبروی حرف ف است. و این نگاه میکنیم حرف ب است، پس این محموز الفا نیست. این نگاه میکنیم حرف ب است، پس اینش این دو تای پایانش محموز الفا نیست. محموز الفا فقط یکمش است، زیرا اینکه در روبروی حرف ف همزه هست. دویمش نگاه میکنیم که بعر، پس این را نامش می نویسیم که اینجا می نویسیم محموز الفا، محموز الفا. این را نامش محموز الفا است، به خاطر اینکه همزه در روبروی چی است؟ حرف ف. دویمش نگاه میکنیم، نگاه کنید که بعر، همزه در دویم است، پس در روبروی چی بوده است؟ حرف عین. پس این را میگه محموز العین. این را نامش چی است؟ محموز العین، محموز العین. برای چی محموز العینش میگیم؟ به خاطر اینکه همزه در روبروی چی است؟ حرف عین است، یعنی که دویم حرفش حرف همزه هست، برای خاطر میگم محموز العین. و سوم نگاه میکنیم برع، همزه در آخر است، پس نگاه میکنیم آخر حرف چی است؟ حرف لام است، پس این نامش میشود که محموز یعنی همزه دار، محموز اللام نامش میگیره، محموز اللام، محموز اللام. پس این نامش محموز اللام است. پس معلوم شد که محموز به سه قسم تقسیم می شود. یکمش محموز الفا است، دویمش محموز العین است، سومش محموز اللام هست. اکنون این چی فایده دارد؟ در آینده بعد انشاءالله فایده اش رو خواهیم فهمید. اکنون محموز به دو قسم تقسیم می شود. صاحب کتاب از انهمین محموز شروع کردگی است، میگوید که اقسام محموز، یعنی محموز به چند قسم تقسیم می شود. میگه اگر همزه در مقابله فا بود، محموز الفا بود. ببینید میگه که اگر همزه در مقابل حرف فا باشد، همزه در مقابل حرف فا، این نامش محموز الفا است. همچون ابره، ببینید ابره، یا میتونم که بنده در داخل قوس نویسم که اخذه، یعنی که آسان تره که اخذه گرفت، یعنی اخذه، ابره، هر کلمه که اولش همزه داشته باشد او را نامش محموز الفا است. بر وزن فعل وزن میکشیم، ترازو. این گفتیم ما ف و عین و لام ترازو است. حاضر ما همین از کجا معین کرده سیم؟ به نام ترازو قطعی. نگاه میکنیم در روبروی حرف ف همزه کی هست، برام خاطر میگیم که محموز الفا، بر وزن فعل. و اگر همزه در مقابله عین بود، محموز العین بود. همچون بعر، اکنون همزه را نگاه میکنیم در دویم جا است، حرف دویم، حرف دویم حرف عین است، پس این میشود محموز العین، زیرا که در مقابل عین حرف چی است؟ همزه است. همچون سأل پرسید، سوال کرد، یا هر کلمه ای که دویم حرفش همزه باشد او را نامش محموز العین هست. و سوم میگه بر وزن فعل، یعنی وزن میکنیم، ترازو را میکشیمش، نگاه میکنیم که در روبروی عین همزه که است، برام خاطر گفتیم محموز العین. و اگر همزه در مقابله لام بود، محموز اللام بود. همچون برع، قرع بر وزن فعل. نگاه میکنیم سومش را که در مقابل لام همزه هست، یعنی یکم دویم سوم حرفش همزه است، پس ترازو را نگاه میکنیم یکم دویم سوم حرف ما لام هست، پس نامش را میمونه محموز اللام، محموز اللام گفته نامگذاری میکنیم. پس این تقسیمات چی بود؟ تقسیمات حرف، تقسیمات محموز، یعنی سالم تقسیم نمیشود. سالم کلمه ای که خالی از همزه، از تکرار حرف باشد. چطوری گفتیم که ذهب، ببینید همزه ندارد، یا یه حرف دو بار تکرار نشده است، یا قتل همزه ندارد، یا یه حرف دو بار تکرار نشده است، پس اینها را میگیم چی؟ اینها را میگیم صحیح سالم. همزه داشته باشد اگر میگیم صحیح محموز. چطور گفتیم نامهاشون به سه قسم تقسیم می شود. اکنون ما حالا صحیح را به پایان رسانیدیم، صحیح به آخر رسید. میگذاریم به قسم دوم و اقسام مضاعف. کلمه مضاعف هست. مضاعف همچنین به دو قسم تقسیم می شود.
مضاعف بعد دو قسم تقسیم چه طریقی ما تقسیمش کردیم. یکم مضاعفی ثلاثی هست. ثلاثی را ما شما میدونیم از گذشته، یعنی کلمه ای که سه حرف دارد. پس مضاعفی ثلاثی به مثل فر هست. دقت بدید، فر در اصلش چی بودگی است؟ در اصلش اینجا می نویسیم که فر در اصل فرره، زیرا اینکه فرره بر وزن فعل طوری بگیرد. فعل، ببینید فعل، ف این در ره یکم در مقابل عین، ره دوم در مقابل لام. پس فره بر وزن چی است؟ فعل هست. این اصلش این طور بود. چرا ما فره کردیم؟ یک ره را ایش درش در آوردیم، شاید بگیم ره را در ره در آوردیم. به خاطر چی؟ ما در زبان عربی قاعده داریم که دو حرف یک خیله حرکت دار باشن هر دوش و بر که باشن، یکم حرکت چه میگیریم، وقتی حرکت که گرفتیم ساکن می شود. این ساکن می شود. وقتی که ساکن که شد موافق واجب است که ره را در ره بدراریم، شده را بیاریم، می شود فره. انا همین فره در اصلش فرره است بر وزن فعله. ببینید که ره دو بار تکرار شد. در مقابل عین ره هست، در مقابل لام ره هست. پس این را نامش می شود مضاعف ثلاثی. مضاعف چی است؟ ثلاثی. این قسم یکمی مضاعف. و قسم دوم مضاعف رباعی هست. رباعی را ما و شما از درس گذشته میدونیم. رباعی یعنی چهار حرفه. رباعی یعنی چهار حرفه. قاعدش چی است؟ اول از کتاب مضاعف ثلاثی را بخونیم. صاحب کتاب میگه که اقسام مضاعف بر دو قسم است. مضاعف گفتیم ما که بر دو قسم است. مضاعف ثلاثی و مضاعف رباعی. ببینید مضاعف ثلاثی و مضاعف رباعی، این تقسیمات مضاعف. اکنون میگه که مضاعف ثلاثی چی است؟ قاعده‌اش بیان میکنم. من فقط مثالش نوشتم و خلاص. میگه مضاعف ثلاثی چی است؟ مضاعف ثلاثی آن است که در مقابله عین و لام اسم، عین و لام اسم، عین و لام، یعنی ما دیگر عین و لام گفته میزان در بر میگیریم. میزان یعنی که در نظر داریم. زیرا که ما دیگر کلمه را نمیگیم که ف دو تا ر بیاید یا ف دو تا میم بیاید یا که فلان این طور نه. میگیم که در مقابله عین و لام، یعنی دو تا آخرش در مقابله عین و لام چی باشد؟ در مقابله عین و لام اسم یا فعل دو حرف از یک جنس بود. ببینید دو حرف از یک جنس است. در مقابل لام ر است، در مقابل لام ر است. پس دو حرف در مقابل عین و لام یک جنس هستند، یعنی یک خیله هستند. مانند فره. ببینید فره که در اصلش چی است؟ در اصلش فرره. ببینید فرره گفتیم اینجا نه، فرره بود، ما گرفتیم چیکارش کردیم؟ فرش کردیم. در اصل فرره بوده است. در اصلش فرره بوده است بر وزن فعل. ببینید فعل نمیخواد ترازو میکنه، یعنی که ف و عین و لام ترازو برای معین کردن کلمه ها است. ما کلمه ها را با همین ف و عین و لام معین میکنیم. پس در مقابل عین و لام کلمه، یعنی دوم سیم حرف کلمه در ثلاثی اگر حرف از یک جنس باشد او را نامش میشه مضاعف ثلاثی. این بود ثلاثی. اکنون میگیم در مضاعف رباعی. مضاعف رباعی چی است؟ مضاعف رباعی ببینید سر. اکنون ما وقتی که رباعی را ترازو میکشیم ما ف و عین و یک لام داریم. در رباعی چیکار میکردیم؟ درس گذشته یادتون هست نه؟ ما گفتیم که در رباعی ما ف عین لام با یک لام دیگه زیادش میکنیم. گفتیم ف و عین و دو لام است. گفتیم یعنی در رباعی ف و عین و دو لام. پس اینجا دقت بدید، ف عین دو تا لام، ف عین دو تا لام. این نامش لام اولا هست. اینجا بنویسم لام اولا. این نامش لام ثانی هست. لام چی هست؟ ثانی. یعنی لام اولا یعنی لام یکم. لام ثانی یعنی لام دوم. لام یک، لام دو. اکنون صاحب کتاب چی میگه؟ ببینید میگه که مضاعف رباعی آن است که در مقابله فا و لام اولا. ببینید فا و لام چی؟ و لام اولا. دقت بدید حرفی
فا و لام اولا. دیدید فا و لام اولا چی باشد؟ در مقابله فا و لام اولا و عین و لام ثانی. انا اکنون اینجا در عین دقت بتید، عین یا که چی؟ لام ثانی. لام ثانی گفتگیمان عین و لام ثانی چی باشد؟ دو حرف از یک جنس، دو حرف از یک جنس بود، همچون سر سره. ببینید صاد یکم سیم حرف صاد است. اکنون در مقابل ف و لام اولا حرفای اخیل است، هرچه ببینید صاد است، هر دوش چی است؟ حرف صاد است. اکنون یا که در مقابل عین و لام دویم لام ثانی حرفای اخیله باید باشد. ببینید ر است در مقابل عین، در مقابل لام دویم همچنین ر است، هر دینها ر است. پس این رو میگن نامش مضاعف رباعی. اکنون مضاعف ثلاثی رو فهمیدید که چی است، مضاعف رباعی رو فهمیدید که چی است. این رو میگن چی؟ این رو میگن مضاعف رباعی بر وزن فعلله. ف و عین دو تلام، ف و عین لام دو تلام، سرسره را با ف و عین دو تلام ما ترازو میکشیم و معینش میکنیم. این بود اقسام مضاعف. مضاعف به همین چی شد؟ به آخر رسید. مضاعف به همین به آخر رسید. بگذاریم در قسم بعدی، در قسم مثال. یعنی یک قسم دیگر داریم ما که اون مثال است. اکنون حرفای علت شروع شد. تا اینجا برای ما را حرف علت لازم نبود یا در کار نبود. اینجا را جدا بکنیم. ببینید تا اینجا را ما در حرف علت احتیاج نداشتیم. تا اینجا در حرف علت ما احتیاج نداشتیم. انا اکنون از این بعد مثالایی که می آید ما احتیاج به حرف علت داریم. حرف علت را نگاه میکنیم که در کجا است، چی است. نام ها را اکنون تغییر دادن میگیرد. ببینید میگد که مثال، مثال به مثل وجد یسره، یعنی معلوم شد وقتی که دو مثال که نوشتگی باشم بدانید که به دو قسم تقسیم می شود. مثال به دو قسم تقسیم می شود. این را میگن مثال واوی، یعنی در اولش واو است. این را میگن مثال یایی، یعنی در اولش حرفی چی است؟ حرف یا است. برام خاطر دو مثال، هر کدامش دیدید دو مثال است، بدانید که اون تغییر مییابد و اون تغییر اون دو قسم هست. اکنون میگه مثال آن است که در مقابله فای اسم یا فعل حرف علت بود، همچون وعده همچون وعد و وعده بر وزن فعل و فعله. اکنون دقت بتید، وقتی مثلا ما کلمه وجده را میگیریم اینجا، اولا ترازو را می نویسیم. ببینید ترازو را، این چی است؟ فعل. این ترازوی ما هست. فعل این چی است؟ ترازو است. اکنون در زیر این ترازو ما کلمه را می نویسیم. ببین وجده را می نویسیم وجده. دقت بتید وجده. همچنین یسره را می نویسیم یسره. یسره. اکنون دقت بتید چی وجده در روپروی حرف ف یکم کلمه، یکم حرف کلمه حرفی چی است؟ حرفی واو هست. و همچنین یسره در یکم حرف کلمه حرفی چی است؟ حرفی یا است. پس انا همین طور کلمه را دیدید که یکم حرفش حرفی واو هست یا حرفی یا است، بدونه که نام اون کلمه مثال است. مثال. حالا ما در اسم فاعل، اسم مفعول، فعل مضارع اینها را گرفتن احتیاج به این کلمه ها داریم. وقتی ما میگیم مثال، دیگه نمیگیم که مثال یعنی که بعد دو قسم تقسیم می شود و مثال واوی، مثال یایی در اول کلمه حرف واو باشد، حرف واو، هیچ گپا را دیگر تکرار نمیکنیم. برای خاطر این چیزا را خوب حالا حفظ کنید و در یادتان گرفته باشید. مثلا نگاه کنید، یکم حرفش حرف واو است، یکم حرف واو در روپروی چی است؟ ف است. پس این را میگن مثال. مثال چی میگن؟ مثال واوی، یعنی در اولش حرف واو است. و این دویمش نگاه کنید، یسره در مقابل حرف چی است؟ فا است. پس انا همین یسره مثال چی است؟ مثال یایی است، یعنی به حرف یا شروع می شود که اینها فرق میکنه در اسم فاعل، اسم مفعول و بعضی چیزها، بعضی اشتقاق ها در بعضی کلمه را که میگیریم این تغییرات میاد، در بعض جا از بین میرود، در بعض جا تغییر به حرف دیگر می شود که انشاءالله در آینده ها خواهیم این رو گرفت. اکنون مثال را به آخر رساندیم، یعنی یکم حرف کلمه اگر حرف علت باشد نام اون چی بوده است؟ مثال. میگذاریم در دوم اجوف. اجوف به مثل قال و باع. دقت بتید، قال و باع. اولا اینجا همچنین
ما چی را می نویسیم؟ در اینجا ما همچنین ترازو را می نویسیم برای قاله و باعه. ببینید ترازوی ما چیه؟ ف و عین و لام. یعنی که کلمه را در زبان عربی ما همیشه با ف و عین و لام یا یک لام یا دو لام یا سه لام ترازو قطعی می کشیمش. اکنون دقت بتید قاله 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 یا که چی؟ باعه. اکنون اهمیت بتید در اینجا قاله الف دارد، در ترازوی ما الف نیست. ما چیکار میکنیم؟ ما میگیم که نه ما را به اصلش گرفتگی هستیم. یا که باعه الف دارد، در ترازوی ما الف نیست. این چی طور شد؟ این را میگیم که قاله در اصل چی بودگی است؟ در اصل قوله بودگی است. اینجا بنویسمش قوله. یا باعه در اصل چی بودگی است؟ بایعه. ببینید قاله در اصلش قوله بودگی است، اکنون بر وزن فعله توری میگیرد، نه راست میآید. یا باعه در اصل بیعه بودگی است، بر وزن فعله اکنون چی میشود؟ توری میگیرد، راست میآید. پس این را اصلش این طور بودگی است. بعد ما قاعده داریم ان شاء الله در آینده قاعده ها را خواهیم خواند که اگر واو یا که یا حرکت داشته باشد و ما قبلش اگر فتحه باشد، اون واو رو یا اون یا را قلب به الفش میکنیم، یعنی که تغییرش میتیم به الف، اون را ما الف میگردونیم. چطوری که در قاله و باعش ما دیدید. قاله را اصلش قوله، باعه را اصلش بیعه. پس معلوم شد که اجوف دو نمود داشته ما، دو قسم، اجوف واوی، اجوف یایی. یعنی که ببینید اجوف واوی حرف واو دیوم حرفش، اجوف یایی حرف یا در اصل. دیدید وقتی که ما هر چه الف کی کردیم دیگر این طور میبینی خیال میکنی هر دین یک چیز است. نه، اینا اصلش این اصلش واوی، این اصل این الف اصلش چیه؟ اصلش یا هست. پس اجوف واوی هست، اجوف یایی هست. اجوف همچنین به دو قسم تقسیم می شود. اجوف کلمه را میگن که دوم حرفش حرف علت باشد. حرف علت یعنی واو یا حرف واو یا که حرف یا، یعنی که در دوم جا حرف واو یا که یا میاد، الف نمیآید. در یکم جا همچنین، در یکم جا الف نمیآید، به خاطر که الف حرکت قبول نمی کند. الف حرکت قبول که نمی کند، برای خاطر در اول نمیآید این الف. اکنون اجوف هم به پایان رسید. میگذاریم در قسم چی؟ در قسم ناقص. در قسم ناقص. ناقص هم ببینیم که صاحب کتاب چی میگوید. میگه ناقص آن است که در مقابله لام اسم یا فعل حرف علت بود، همچون رمیون و رمیه بر وزن فعل و فعله. اکنون باز همین کاری که پیشتر کردیم همون کار را باز میکنیم. مثلا که ترازو رو اول می نویسیم ف و عین و لام. همیشه این ترازو را در ذهنتون داشته باشید، یعنی که به همین کلمه ها را میکشیم. اکنون وقتی که ما ترازو را که نوشتیم، اکنون چیکار میکنیم؟ رما را در اینجا می نویسیم. ببینید دقت بدید، رم و همچنین دعا را می نویسیم، دعا. اکنون دقت بدید، ف در روپروی ر است، میم در مقابل عین است، این یا الفی که هست در مقابل چی است؟ لام هست. پس رمه بر وزن فعله هست. نمیگیم که رمه بر وزن فعا هست، نه این گپا نمیگیم. لام خود چه میاریم؟ زیرا اینکه این در اصل این یا بودگی است. و مثلی چطور که در اینجا گفتیم که این الف در اصل واو هست، این الف در اصل یا هست. از اصلش من نوشته برای شما پیشنهاد بکنم. ببینید رمه هست اصلش، رمه. این یا ما قبل چیزی در این بالا گفتیم، این یا ما قبلش یعنی پیش یا فتحه کی هست، این یا را ما قلب به الف کردیم، شد چی؟ رمه. الف رمه. این الف اصلش چی بوده است؟ یا بوده است. یا دعا اصلش چیه؟ دعوا. اصل این یایی که الفی که میبینید این اصلش واو بوده است. چطوری که ما در اینجا گفتیم این اصلش واو است، این اصلش یا است.
اینجا در این اصلش یا است، این را اصلش چی است؟ واو هست. تغییر دادیم. همین قاعده پیشینه واو متحرک یعنی حرکت دار ما قبل فتحه عین بین فتحه دارد، این را قلب چی کردیم؟ با قلب الیفش کردیم. اما اینجا به خاطر چی با یا بری نوشتیم، اینجا به خاطر چی الف قطعی نوشتیم؟ این قاعده های معین داره. در آینده میخونیم که اگر که یا باشد اینطور یا قطعی الفش میکنیم، اگر واو باشد اینطور الف قطعی می نویسیمش تا اینکه معین شود اصلی اون چی بودنش. خب این بود ناقص. پس ناقص به دو قسم تقسیم شده است، ناقص یایی و ناقص واوی. چطور ناقص یایی است آخرش حرفی یا هست و این ناقص واوی است آخرش حرفی واو هست. این بود سیوم معتلات یا که پنجم از قسم های هفتگانه پنجمش. میگذاریم در لفیف. لفیف چی است؟ لفیف رو دقت صاحب کتاب میگه لفیف آن است که در مقابله عین و لام اسم یا فعل حرف علت بود، همچون قوی و قویه بر وزن فعل و فعله. ببینید اینجا ما باز ترازو را مجبور هستیم که باز ترازو را بنویسیم در اینجا، زیرا که ترازو ما با ترازو بسیار احتیاج داریم. قویه ببینید فعل را می نویسیم، ترازو را اکنون می نویسیم. اول این ترازو است. حرکت ترازو را نمیمونیم به خاطر چی؟ فعل و عین لام ترازو کلمه را نگاه کرده حرکت چه میتیم. اکنون بیا کلمه را می نویسیم. اینجا چی است؟ قوی. ببینید قویه. اکنون ترازو را حرکت چه میمونیم؟ حرکت ترازو را چی میمونیم؟ ای کلمه نگاه کرده. مثلا قاف در روبروی ف است فتحه دارد، واو در مقابل عین است کسره دارد، یا در مقابل لام است فتحه دارد. پس معلوم میشود که قویه بر وزن چی بوده است؟ فاعله. قویه بر وزن فاعله. انا اکنون این لفیف است. این لفیف است. فاعله یعنی لفیف چی است؟ صاحب کتاب میگه لفیف آن است که در مقابله عین و لام اسم. ببینید در مقابله چی؟ در مقابله عین و لام اسم یا فعل حرف علت باشد. ببینید در مقابل عین کلمه عین ترازو در حرف علت است، گفتیم واو حرف علت است. در مقابل لام روپروی لام در حرف علت است، گفتیم یا حرف علت است. پس این دو تا حرف علت در آخرش باشد نام اون کلمه لفیف است. در بعض کتابا لفیفی مقرونش میگن. مقرون چسبیدگی، دو حرف علت بر آمدگی است. این را میگن لفیفی چی؟ مقرون. این بود لفیف. مثالش قویه. قویه یعنی با قوت شد. رمه یعنی که پرتافت. دعا کرد. قال گفت، باع فروخت، وجد یافت، یسر آسان شد، آسان کرد. خب اکنون میگذاریم در آخرین کلمه از اقسام هفتگانه، آخرین اسم. اون ملتوی است. ببینید ملتوی چی هست؟ میگه که ملتوی آن است که در مقابله فا و لام اسم یا فعل حرف علت بود، همچون وشیون و وشیه بر وزن فعل و فعله. با همون کاری که پیشتر میکردیم همون کارا مجبور هستیم که باز بکنیم. ببینید باز ما اول مینویسیم ترازو را ف و عین و لام. اکنون ف و عین و لام که نوشتیم برای ما چی در کار است؟ کلمه را که ترازو میکشیم این کلمه را میاریم در جمع نویسیم واو و شا و شا و شا فعل بر وزن چه؟ فعله. و شا بر وزن فعل است. اکنون صاحب کتاب میگه که ملتوی آن است که در مقابله، دقت بتید که در مقابله فای کلمه یا لام کلمه حرف علت بود، همچون وشین و وشیه بر وزن فعل و فعله. ببینید در روپروی حرف ف اول کلمه حرف علت است واو، بین با حرف صحیح است. بین حرف چیه؟ صحیح است، یعنی که حرف علت نیست در بین. با بعد او حرف چی است؟ حرف علت است در آخر کلمه. پس این را بعض کتابا میگن لفیفی مفروق، یعنی که لفیفی که حرف علتش جدا شده است.